طبقه سیومی که در مدینه سکونت داشتند و در مکه نبودند، یعنی درباره یهود انشاءالله صحبت رو آغاز خواهیم کرد. یهود یا بنی اسرائیل فرزندان یعقوب علیه السلام، شما از تاریخ خوب میدونید که اینها در ابتدا در کنعان میزیستند. کنعان نام یک مضافات یک محل است که امروز تابع مصر است، در سرحد بین مصر و شام قرار داشت. بعداً با دعوت یوسف علیه السلام عازم مصر شدند، عصرهای طولانی در مصر زندگی میکردند تا اینکه جور ظلم پادشاهان، جور ظلم فرعون شاه مصر به حد اعلا رسید و عاقبت الامر خداوند متعال توسط پیامبر محبوبش موسی علیه السلام ایشان را نجات داد، بنی اسرائیل را. چرا بنی اسرائیل میگویند؟ بن مثل هم زبان عربی است، یعنی فرزندان می شود. فرزندان اسرائیل، از بس که تخلص یعقوب علیه السلام اسرائیل بود، پسراش بنی اسرائیل می گفتند. چرا یهود گفتند؟ که بعدها موضع بنی اسرائیل حتی در بسیاری موضع ها اصطلاح بنی اسرائیل به یهود مبدل شد، زیرا یکی از فرزندان یعقوب علیه السلام یهودا، اکثر کل پیغمبران بنی اسرائیل از پشت او که خارج شده اند با همه قول یهود، قوم یهود، این قوم معروف و مشهور گشتند. وقتی که موسی علیه السلام ایشان را از چنگال فرعون نجات داد، خارج شدند، آمدند، از بس که بسیار مردم لجوج، سرکش، بدگوهر بدند، موسی که جانشان خریده بود سخن او را گوش نانداختند. حضرت موسی التجای زیاده کرد که آخه خداوند به من امر کرده ایستاده است که با همراهی بنی اسرائیل وارد شهر بیت المقدس شوید، همه مضافات شام و اردن مکان شماست، نیم جزیره سینای یا سینا. اما از بس که ترسو و ترسانچک نیز بدن و خداوند خبرشان در قرآن برای ما و شما رسانده است، گفتند فذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون. ای موسی گفتند خودت همراهی پروردگارت رو جنگ کردن بگیر، ما از جامون نمیخیزیم، در همه جا میشینیم. از همین خاطر در زمان حیات موسی علیه السلام بنی اسرائیل در ته میزیستند، در بیابان. به شرافت دعای موسی علیه السلام خداوند طعامشون مهیا کرده بود، میخوردن، اما در همون بیابان بودن، 40 سال در بیابان زندگی کردند. بعد وفات موسی علیه السلام جاینشین او یوشع ابن نون علیه السلام اونها را سروری و قیادت کرد و آمدند و ملک شام تسخیر کردند، فلسطین اسرائیل امروزه را، و در همونجا وطن کردند و پادشاهی خودشون، پادشاهی یهود برقرار ساختند. عصرهای طولانی اینا صاحب دولت بدن تا عصر 6 دولتشون آمد. جنگ نزاها میشد بعضا، اما به هر وجه صورت اما پادشاهی خودشون اینها محافظت میکردن تا اینکه عاقبت الامر در عصر 6 قبل از میلاد پادشاه بابل بختالنصر بیت المقدس ضبط کرد، به خاک یکسان کرد. حتی در بعض روایات اومده است که در زمینش جو کورید. بنی اسرائیل اکثریتشون از دم شمشیر گذراند، باقی مانده ها را به غلامی برد و فروخت. اینا دیگه برده و غلام شده بودند. در سال 538 قبل از میلاد کوروش کبیر شاه فارس بابل را ضبط کرد و از بس که این مردمی بسیار چالاک و حیله‌گر، زیباترین دختری خودشون براش پیشکش کرده بودند و زن کوروش ایده بود و دلش یافته بود و توانست که در باوریش داخل شود. کوروش بنی اسرائیل از اسارت نجات داد. برای بنی اسرائیل اجازه در بیت المقدس در نیم جزیره سینا زندگی کردن نبود، کوروش برایشان اجازت داد و حتی از حساب بیت المال دولت، از حساب خزینه دولت، شهر بیت المقدس از سر نو باز آبادان ساخت.
باز پادشاهیشو ادامه یافت تا زمان اسکندر مقدونی. اسکندر پادشاهی یهودا زیر تصرف خود در آورد. بعدا رومی ها آمدن، اگر چنده که پادشاه داشتن به نام شاه یهود، اما او وصلی دولتی در ابتدای یونانی ها بود، بعدا رومی ها، یعنی که دستنگر گوش به فرمان رومی ها بود. پادشاه یهودش می گفتن. مثلا همون بدبختی هیرودوس، سر ایرد میگن هیرودوس، همون پادشاه اسرائیل بود، اما دستنگری امپراتورهای روم بود. تا اینکه عاقبت الامر در سال 70 میلادی، متاسفانه ما وقت زیاد نداریم، برای همین بسیار فشرده گپ زده استم، کم یک تصورات داشته باشید، نباشه این تاریخ بسیار طولانی است. در سال 70 میلادی، سال یعنی که بعد 70 سال تولد عیسی علیه السلام، بنی اسرائیل شورش برداشتن یهودی ها بر ضد دولت روم. شورش بسیار ظالمانه پخش شد. باز اکثر از دم شمشیر گذراندن، بعضی ها را به غلامی فروختند. یک عده از یهودی ها جان به سلامت بردند و ترک وطن کرده از وطن خود خارج شدند. از جمله همون فراری ها یک عدهشون آمدن وارد حجاز گشتند. در منطقه حجاز در شهر یثرب که امروز با نام مدینه الرسول معروف است مستقر شدند. یک قبیله در موضع خیبر، خیبر یک چند مرحله از شهر مدینه جلوتر است، یک قبیله‌چه خورترش در فدک و 3 قبیله یهود در حوالی یثرب و در داخل یثرب سکونت اختیار کردند. اکنون سخن درباره همین 3 قبیله می رود که در یثرب بودند، در شهر مدینه، و پیغمبر صلی الله علیه و سلم با اینها یک برخوردی داشت. در ابتدا برخورد مسالمت آمیز، اما بعدا به سبب شر شور یهودی ها برخورد مسلحانه. این 3 قبیله، قبیله بنی قینقاع، قبیله بنی نذیر و قبیله بنی قریظه بودند. بنی قینقاع در زمان آمدن پیغمبر صلی الله علیه و سلم در داخل مدینه میزیستند. در داخل شهر مدینه یک بازار هم داشتند با نام بازار بنی قینقاع معروف است. اکثریت کل آنها تاجران و زرگرها بودند. زرگرهای ماهرترین نیم جزیره عربستان انمی یهودی های بنی قینقاع بودند. قبیله بنی نذیر و بنی قریظه در حوالی مدینه بودند، از شهر اندک یک فرسخ 2 فرسخ خارجتر، در منطقه حره واقیم. اصلا مدینه را ما یک وقت گفته بودیم که از 2 جانب حره احاطه کرده است. حره زمین سوخته را میگن، زمینی که در آفتاب سوخته است، سنگهاش سیاهند. اگر حاجی ها اعتبار داده باشند، از 2 جانب مدینه منوره را همین 2 حره بزرگ احاطه کرده است. یکیش با نام حره الوبره، حره وبره معروف است، دیگرش با نام حره واقیم از قسمت شرقی مدینه منوره. آن همین 2 قبیله یهود بنی نذیر و بنی قریظه در همین قسمت حره واقیم بودند. زمینهای حاصل خیز داشت، از بس که آب چاه کشیده خارج کرده بودند، و نخلستان ها بود، نخلستان های خوب درست کرده بودند. یهودی ها به شهر یثرب قبل از عرب ها آمده بودند، قبل از اوس خزرج، و همونجا سکونت اختیار کرده بودند. خب شمارشون در کتاب آمده است، از جمله شیخ ابوالحسن ندوی، شیخ بزرگ اسلامی، یک جا خوندم عالم بزرگترین عصر 20 شیخ ابوالحسن ندوی محسوب میشد است. به اتفاق علمای اسلامی بزرگترین عالم عصر 20 شیخ ابوالحسن ندوی هندی را انتخاب کرده بودند. خدا رحمتش کند، سال 1999 وفات کرده است، همه آخری عصر 20 ماه دکبر، و این بزرگترین عالم عصر 20 خوانده می شود. همین شیخ ابوالحسن ندوی نوشته است که شماره و عدد یهودی ها
دو قبیله بنی قینقاع و بنی نظیر در یک جایگی تخمین 900 نفر را تشکیل میکرد. شماره جنگاورا را اینجا حساب کردند، یعنی کسایی که شمشیر گرفته و در صف لشکر ایستاده میتونند. طفلکا و زنها و موی سفیدا در حساب نیستند. اما تعداد بنی قریظه، سپاهیان بنی قریظه به همین مقدار بود است، تخمین 700 تا 900 نفر. این قبیله کمتر بودن، بنی قریظه بیشتر. بنی قینقاع و بنی نظیر با خزرج رابطه دوستی داشتند، در صورتی که بنی قریظه با اوس. ایو را ببینید تو کدام درجه مکار و حیله‌گرند. برای آن که همون جنگ نیزا همیشه تسپان باشد و همیشه عرب خون عرب ریزد، همش با یک قبیله معاهده نکردند. یک نفرش به یک قبیله، دو طایفه دیگرش به قبیله دیگر، یعنی که شمار هم برابر بود که همین نگذارن که آتش جنگ هیچ وقت خاموش شود. خب این یهودی هایی که زندگی میکردن در منطقه خزرج واقعا اهل کتاب بودن، اینها موحد بودن، خدا پرست بودن، خدا را یکتا میدانستند و با همین موحدی خودشو در میان عرب افتخاراتی داشتند. مدرسه ها داشتند، در اونجا تورات و تلمود تعلیم میدادن به فرزنداشون. اکثریتشون با سواد بودن، یعنی خط سواد خواندن نوشتن داشتن، از جمله به همین خط عربی را خوب نوشته و خوانده میتونستن. در مدارس گفتیم که تعلیم تورات و تلمود میدادن، اما متاسفانه تعلیم تلمود در میان بنی اسرائیل بیشتر بود. تلمودی که گویم اگر شرح توضیحات تورات است در نزدشون مشهورتر بود، زیرا همه کتاب تلمود یک کتاب ملتگرایانه و صهیونیستی یهود است. چنان یهودی ها را تعریف و توصیف میکند گویا که خلق برگزیده خدا فقط یهودی ها هستند. خداوند دنیا را برای یهودی ها خلق کرده است و تمام مردم دیگر حیوان های دو پا نامیده شده و خادمای بنی اسرائیل یهود بودند. تو همین درجه را باور کنید، تا به حال میخونی همه از خط اول حرف اولش همون صهیونیسم یهودی چکیده می ایستاد. تو همین درجه را ملتگرا بودند. اما در مسئله ترغیب تشویق عقیده موحدی دست بالای دست نگذاشتیم. کسی را از مردم عرب به دین خدا دعوت هم نکردند. نگفتن که شما مشرک و بتپرست هستید، بیا یک تو پرست باشید. عموما در تاریخ ما شما خوب میدونیم که بنی اسرائیل میل رغبت ندارد که مردم دیگر شریعت موسی را اختیار کنند و قبول کنند. این شریعت همین شریعت خاصه خود میدونند و همین بزیان و ضررش و عاقبت الامر انجامی. اگر چنده که ببینید مردم اهل کتاب بدن، اهل عقیده بدن، اما دست به کارهای منفور میزدن که واقعا نزد تمام اهل کتاب حرام است، از جمله سحر و جادو. در جادوگری یدی طولا داشتن. خدای تعالی در قرآن عظیم شان مذمت شو میکند: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و تبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان و ما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر. خداوند بزرگ میگوید این یهودی ها پیروی نمودند آن چیزی را که شیطان ها در ملک سلیمان علیه السلام میخواندند، یعنی که همین سحر و جادو را پیروی کردند بنی اسرائیل. باز وقتی که اینا را مذمت میکردند که آخه چرا شما دست به سحر بزنید، چرا شما خودتون بندگان موحد میگویید، خدا را پرستش میکنید اما عمل شیطانی را مرتکب میشوید، در جواب میگفتند که همون سلیمان علیه السلام هم نعوذ بالله ساحر بود، تهمت به پیغمبر خدا میزدند. اما خداوند این تهمت اینا را رد کرد، گفت و ما کفر سلیمان. سلیمان نعوذ بالله کافر نشده است، این سحر کفر است، این سحر خارج شدن از دین خدا است. ولکن الشیاطین کفروا، بلکه شیطان ها، انمو ابلیس ها و جن های ساحر کافر بدند، اونا کفر به دین خدا ورزیده اند.
یعلمون الناس سحر. چرا؟ مردم تعلیم سحر میدادند، به مردم سحر می آموزاندند. سحرش این سحر جادو است. یک روز از طریق تلویزیون یک فیلم تماشا کردیم، BBC اما فیلم ثبت کرده است. افغانستان کنونی را نشون دادن، این همین منطقه غزنی، ولایت غزنی را. در شهر غزنی یک نفر از یهودی ها تا حالی را واقع است. لباس سر لباسش همش مثل همین افغانا، طریقه گپزنیش هم ملکه مثل افغانا شدگی است، همونجا تولد شدگی است. نشان میده که چه خیلی از بازار رفته مرغ میخره میاره و بعد زنهای زیاد دخترچه هاشون را گرفته و آورده سیم پیشش بخت کشا کن، یا دهن شوهری همین را ببند که شوهرش بسیار ظالم و جکاک است، فلان است، بسمدان است و این خانه سوخته. بعد براشو هرچی معجون ها تیار میکند. بعضی همو چه بگیم تمیمه ها می نویسد، شیطنت حیله و مکر فلان کن، ایره در خورد شوهرت بته، در طعام شوهرت آموخته کن. و این خانه سوخته ها حتی در ملکای اسلامی تا به امروز همی کارا میکنن. و افسوس صد افسوس متاسفانه همون سحر اونا، عمل شوم اونا در مردم ما را اثر کرده است. امروز هم اگر نزدی خانه هر جادوگر و فولبین برای زنکا نوبت استودیان درد چو چی است، یا بلوک همی دختری من شو کنه، یا بلوک که همی شوهرش قطعی همی معاملش نقص باشه، بیا همی دهنی شوی همیش دختری برای بند که چیش نگه. آخر رو درگور او چی بلا کرده بتونه؟ و بیمار داری از او همون دختر تا تعلیم بته، او هم دختر تا آداب خوب تعلیم بته، حرمت احترام شوهر تعلیم ته، طعام تیار کردن تعلیمش ته، نان پختن تعلیمش ته، معامله و مناسبت یک تبسم و بخشی استقبال کردن شوهر تعلیمش بده. بستن دهن شوهر همو است. و درگور با یک آبی چوکدویی که او بدبخت 100 سوم 200 سوم در تو میفروشه، دهن شوهر بسته میشود. اکثر کلی همین بدبخت ها کار به درجه میارن که یک روز شوهری با ناموس با خبر میشود، زنش 3 طلاق میکنه میره و به همین. اما بس شماره طلاق شده ها در جامعه زیاد شده است. از برای خدا و این کفر است. خدای تعالی در قرآن گفته است ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر. آخه پیغمبر محبوب صلی الله علیه و سلم وقتی مدینه آمد و این رفتار یهود میدانست که بعضی از زنهای مدینه فند یهود خورده و نزدشان میروند، تحذیری سخت چون داد که عمل نکنن. حضرت گفت من اتی عرافا او کاهنا فصدقه بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی الله علیه و سلم. هر کسی نزد همون ساحر یا فالبین جادوگر می رود و سخن او را تصدیق میکند، این شخص کافر می شود بر قرآنی که بر محمد صلی الله علیه و سلم نازل گشته است. از برای خدا مردای عزیز هشتونه در سر تو بگیره، تدقیق کنه، تحقیق کنه. بسیاری بچه ها همین زناش نمیبرن، در خونه مادرو میمونن، خونه خسرش برد دست شکر به خبر که او بیوه و چشم بر وقت دختر گرفته 100 فالبین جادوگر رفتن طواف کردند و آمدن. به همین خاطر خوب این کار تحقیق کنه، اگر رفته باشه نکاح از سر نو تجدید کنه، خونه تونه حرام نکنه. انمی یهودا کارش همی بود. یکی از مستشرقای یهود مارگالیوس واقعا نسبت دین مبین اسلام و نسبت محمد صلی الله علیه و سلم بسیار کینه و خصومت دارد بدبخت، اما به حقیقت نوشته است که یهود اسلحه سیاه یعنی سحر جادو رو بر جنگ این همه روبرو مقدم میدانستند. جنگ روبرو نمیکردن، فقط سحر میکردن، جادو میکردن، حیله و نیرنگ میکردن، یا در طعام زهر انداخته و بر راههای نوجوان مردانه دشمنا و رقیبای خودشون از بین میبردن. واقعا همین تاریخ گواه است. حضرت صلی الله علیه و سلم در همون ابتدایی که به مدینه منوره رفته بود سحرش کردن. بدبختی لبید ابن اعصم با 12 دختری باکره حضرت صلی الله علیه و سلم سحر کردند. واقعا سحر اصل دارد.
اما برای شفای محمد صلی الله علیه و سلم و تمام امت محمد صلی الله علیه و سلم خداوند رد این سحر نازل کرده است، باطل گرداننده تمام سحر و جادو را نازل کرده است که این همه قرآن بزرگ است. خاصتا سوره های معوذتین، سوره قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس، همه برای باطل کردن سحر است. هر کسی که در دلش یک شک شبهه افتاد، متاسفانه امروز چی بلای مزده است که همه یا جن یار مشیده است یا که سحر جادو بو کردین، اندک سر مدرک نه در دل مدور می رود. اگر ذره شک شبهه که پیدا شد، همین سوستات شفقن در تمام بدنت بمال، همچنانه که رسول الله صلی الله علیه و سلم قبل از خواب میکرد. یا سوره فلق ناس بخون، در یک آب دم به انداز همه آب استعمال کن. آخه ای سرت مونه چون میکنی بقلشکه به مچیتو را میکشی میبری. همین سوره فلق ناس خودت نمیدانی؟ همون فلق ناس خودت بخون در همون دم به انداز. اگر نمازخوان باشی، اراخر نباشی، انشالله خدای تعالی تأثیرش در وجودت میرسونه. اگر بسیار خوف داری، یا سطیل آب بگی سوره فلق ناس بخون، در روی همون سطیل آب شفت که به همون غسل که همش انشالله از بدنت میروه. از این کاری آسان است ای برای خدا. جانشونه در عذاب مونده میرون پیش همین فالبینا و جادوگرا، با او خانه سوخته میگه چیزت خوراندیم، اکم را برآوردن در کار. یک معجون تیار کردگن از آب چوکدو. این چوکدو هم که تلخی هست، آبش که ای بغمه را تلختره، همون را میگیرن میترش 50 گرم میزنه، اوخی تمام دل و جگرش میریزه، اوخی چیزی در درو هست، بعد همین زور کرده و میبروره. بعد آستاگ می اندازن در دروی همون پرتوفتگیش یک کاغذکه یا یک قیلکه یا ناخونکه. انا دیدی سحرت برون رود درگو. تا این درجه را به عقل به فراستیم با باور میکنن میرا در عصر 21. اگر حقیقتا همون چیزی که ایدهانی تا برماده است، گویا اگر او در شکم ایتا 10 روز و 15 روز بیسته که تو حدی اقل زرپروین میشه میدونی. اگر اندک زیادتر بگذره بروشنای تیف میشه، دامنه ای سرت مانه، تو نقام تری چیزا رو باور کنی. چی درد مو رسیده است از برای خدا. من همین گرمی بازار ساحرا و جادوگرا و همین شعبده بازار در دو چیز ببینم. اولا در پس بدن مفکوره و علم دانش شرعی مردم که بسیار مفکوره پس داریم، هر چیز باور میکنیم. ثانیاً در آن که متاسفانه قوت همه نمیرسد که از کمک های طبی از مدیسین استفاده ببره. قیمتش بسیار زیاد است، بیچاره مردم پول ندارن که خوب طبابت کنن. بعد اینا بی فریب، اینا بی شرلتن و شعبده بازار را میخرن، در بند قید فریبی هم میافتن. و خود بیایی برادرای عزیز، از ای بس قسم به خدا برای امت محمد صلی الله علیه و سلم تا به حال پیش فالبین، پیش جادوگر، پیش ساحر، پیش شیطان، پیش شعبده باز رفتن عیب است. دیگه ما یگان عذر نداریم. و این مردم در گفتیم که در زهر انداختن هم بسیار یدی طولا داشتن. دشمنا و رقیباشون را عادتا توسط همین زهر دادن نیست میکردن و نابود میکردن. متاسفانه همین خلقی بد حالی در وجود چو هست. او جوان مردای را که در میدان جنگ زورشونه رسه، این بدبختو خلوت میروند، یا در میمانخانه میکشنش یا در یگان جای جمعیتی میکشنش. کارشو همین است. در هنگام فتح خیبر اندک پیشتر بتازیم، برای اون که وقتی سخن گفتیم باید دلیل داشته باشیم، دلیل نداشته باشیم با صد دعواگر است. هنگام فتح خیبر یک زن یهودی با نام زینب بنت حاریث، زن سلام ابن مشکم که سرور یهودی های خیبر بود، یک گوسفند را آماده کرد، گوسفند را پخت، در داخلش زهر انداخت، با زهر آمیختش کرد، با زهر حلاهیل، و برای رسول الله صلی الله علیه و سلم آورد هدیه کرد. حضرت صلی الله علیه و سلم تنها نمیخورد، از همین خاطر بشر ابن برا ابن معرور که یکی از همون
محافظاش بود، او را دعوت کرد که بیا در نزدم بشی همراه بخوریم. حضرت وقتی که لقمه را در دهنش انداخت، همون لقمه گواهی داد که یا محمد صلی الله علیه و سلم من مسموم هستم، زهرآلود هستم. از این خاطر حضرت همون لقمه را از دهنش انداخت، نخوردش. اما بشر ابن برا ابن معرور رضی الله عنه شهید شد، همون زهر خورد شهید شد همون طعام. امام بخاری روایت میکند لما فتحت خیبر اهدیت للنبی صلی الله علیه و سلم شاتون فیها سم. در فتح خیبر، در سال فتح خیبر برای رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه یک گوسفند آوردن که با زهر آمیخته و آلوده بود. فقال النبی صلی الله علیه و سلم اجمعوا الی من کان ها هنا من یهود. گفت همه یهودیان را جمع کنید، کدامش زنده مونده است، در اسارت است، کی است، که همش یک جمع کنید. فجمع له فقال اینی سائلکم عن شیء فهل انتم صادقی عنه. وقتی جمع آمدن حضرت گفت ای یهود، یک چیز از شما میخوام سوال کنم، راست میگین؟ من به گپ شما باور ندارم. آیا شما همین گپی من به راستی جواب میتین؟ گفتن نعم یا ابوالقاسم. بله گفتن ای ابوالقاسم، ما اسیر شدگیم دیگه میتونیم که دروغ بگیم، دروغ گفتن نمیتونیم که قائل بشیم. گفت هل جعلتم فی هذه الشاة سما. در همین گوسفند گفت زهر انداخته بدید. مقصد که همون زنک به فرمان شما همین کار کرد، اون از پیش خود نمیکنه کو. گفتن نعم بله. گفت فما حملکم علی ذلک، چی چیز شما را وادار کرد که همین خیانت کنید؟ آخه من بر جان شما ترحم کردم، امان دادم بر شما، چی چیز سببگار شد که شما همین عمل شوم انجام دادید؟ من که در قصد جان شما نیستم، من شما را کشتنی نیستم، من شما را از ملک تو پیش کردنی نیستم. و بین شیطنت مردم، حیلگری مردم. در جواب چی گفتن؟ گفتن اردنا این کنت کاذبا نستریح و این کنت نبیا لم یضرک. گفتن ما قصد کردیم که همین را زهرآلود میکنیم، به تو پیشکش میکنیم، اگر تو دروغگو باشی و پیغمبر نباشی جان ما از تو خلاص میشود، اما اگر پیغمبر باشی این به تو ضرر زیان نمیرساند. این حیله را بینه سبحان الله، تو کدام درجه مکار و حیلگران جنایت کردیم با خودشون سفید کردستیم. اما با ببینه که بعد از او که دریافتن که محمد صلی الله علیه و سلم پیغمبر بود است، همیشه یک معجزه شد که لقمه خودش شهادت داد، بعد او را میمون آوردن کسافتو، باز در همه دین یهودی خودشو باقی موندن. واقعا تاریخ شاهد حال است که کار و رفتار این مردم به همین زیل همین شکل بود، حیله های زیاده میکردن. اما آخه با او حیله و نیرنگ شو ما و شما مردم کم اعتقاد و ضعیف ایمان فریب میکنن. محمد صلی الله علیه و سلم و اصحاب گرامی آن حضرت که از مکتب محمدی تعلیم گرفته بودند و تعلیم میگرفتند، اونا را فریب کرده میشود. حضرت مولوی یک قصه آورد است در مثنوی شریف. مرتضی را دید روز یک جهود، کوز تعظیم خدا آگه نبود. گفت خود را اندر افکن هین زبام، و اعتقاد کن به حفظ حق تمام. تا یقین گردد مرا ایقانی تو، اعتقادی خوب و با برهانی تو. یک روز میگوید یک یهودی نزد حضرت علی اومد، گفت یا علی، واقعا تو بسیار آدم دانشمند و عاقل هستی، خداپرست هستی، من عبادتی تو را میبینم، توکلی تو را به خدا میبینم، دلم گم میزنه. گفت بیا بالای بام برو یا بخت سرکی پرتو، توکل تا به خدا کن، اگر اجلت رسیده باشه میبری اخی، خواه بالای بام باشه خواه در درون خونه، نه که اگر اجلت نرسیده باشد خدای تعالی تو را محافظتت میکنه کو، همه از خدا است، به مشیت خدای تعالی یا برگ از درخت نمیافته، و تو را که اجل نرسیده باشه به افتیدن از بالای بام چیز نمیشه.
شیطان ها ببینه تا یقین گردد مرا ایقانی تو، اعتقاد خوب با برهانی تو. شاید اگه به عقل ما میشید به پرید میزد سر گردنش میده میشید. پس امیرش گفت خاموش کن برو، تا نگردد جان تزین گفتن گرو. تا بدبخت پیر تکه گفت تز گم شو که میزنم سرت از بدن می اندازم. بنده را کی زهره باشد کس فضول، امتحان حق کند ایگی چی گل. یه رد در گور گفت بنده چه حق داره که خدا را امتحان کنه؟ کسافت ملعون. عجلم که رسیده باشه و میرم خود با این بلوی بومه پرتون، نه که عجلم که نرسیده است خدای تعالی عقل مکار فرموده است دیمونم میرم خود با این بلوی بومه پرتون. بنده را کی زهره باشد کس فضول، امتحان حق کند ایگی چی گل. شیخ را که پیشوا و رهبر است، گر مرید امتحان کرد او خر است. این همه شیخ استازه، پیش از او که استاز میگیری اول یک بسنجش، اما وقتی که استاز گرفتی بعدی او اگر امتحانش کردی تو انسان است، تو خری، تو احمقی. چنین وسواس آید زود زود، با خدا گرده در و اندر سجود. واقعا شک شبهه را شیطان همیشه در قلب مسلمانو پیدا کردن میگیرد. چرا ای شده، چرا او شد. اگر همه خیل وسوسات که اومد به سوی خدا میگه مراجعت کن، رو به سوی خدا بیار، سجدگه را ترکن از اشک روان، که ای خدا تا وارهانم زینگمان. چنانس گریه که در وقتی نماز که همون جای سجدگهت از اشکت از آب دیده تر شود، بگو پروردگارا این شیطنت ها را از قلبم دور کن. من کی هستم که ترا امتحان میکنم؟ من کی هستم که ترا راه نشان میتم که اگر خداوند کار ای خیل میکردی خیل میشی، ای خیل میکردی خیل میشی. آن که فرزندان خاصی آدمند، نفخه این نازلم نامیزنند. خب مسئله دیگر از قوم یهود که من میخواهم شما را آگاه بسازم این بود که واقعا این مردم از بس که در تاریخ رو پکی شدگیان، چندین بارو قتل عام شدن، ضربه و لطی زیاد خوردن، از همین خاطر دلشون بسیار سیاه و سنگین شده بود. سیاه دلی بسیار قصاصگیر هستند، اما احتیاط میکنن. مثلا دشنام حقارت اشکار نمیگفتند، بعضی کلمه و الفاظ داشتن که دو سه نمو ترجمه میشد، هنگام سخن گفتن همون کلمه ها را استفاده میبردن. مثلا نزد حضرت صلی الله علیه و سلم وقتی که می اومدن میگفتن یا محمد راعینا، ای محمد صلی الله علیه و سلم مقصد ما را رعایت کن، توجه کن به سوی ما، گپی ما را گوش بانداز. و میخندیدن ملعونا. همه کلمه راعینا اصلا به دو معنی است. یکیش همون رعایت کن جانب ما را، مقصد که توجه به ما داشته باش، اما یک معنی دیگرش حماقت است، احمقی است، از کلمه رعونت. نعوذ بالله زبانی آدم نمیگردد. احمقی ما، نادانی ما، ابلهی ما، به این معنیها ترجمه می شود. حتی علامه آلوسی در تفسیر روح المعانی معنیهاش آورده است، میگه این بدبخت یهود همه کلمه راعینا را بعضا به معنی گوش به انداز اما مشنو استفاده میکردن، و دیگر به معنی همین رعونت، دشنام حقارت. حتی خداوند مسلمانان را از گفتن کلمه راعینا منع کرده است. در قرآن عظیم شان خداوند متعال میگوید یا ایها الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم. ای مسلمانان شما راعینا نگویید، شما گویید انظرنا، یا رسول الله به ما نظر کن، یعنی توجه به سوی ما کن. همین کلمه راعینا را استفاده نبرید، فرمان خدا را گوش ببرید. این کافرای یهود عذاب دردناک اینا را انتظار است. ببینه این شیطنت و حیلت تو کدام درجه است. اصلا همین ملتی که همیشه مشت میخوره و ای دیگر را شتم میخورد، همین خیلی بعضی حیله های نامردی در دلش پیدا میشود. دیده همین جوانی که در زیر لط شتک کلان میشود، یا یکون منیک میشود اخیر،
یا یگون بلای دیگه در گرفتار می شود. اگر خدای نکرده صاحب قوه شود، این همین قدر ظالم کلام می شود که از خاص آن بدبخت قصاص بگیره. قصاص دوره کودکیش. ان همین قومم همین خیلی تربیه شده بودن متاسفانه. من یاد دارم یک جهود بدارم 82 محله 82 سر متروشی. این همه هر کسی نخست دشنام حقارتش میکرد، یگون عمل ناجا میکرد و میگفت شد رو همون گفتگیم رو. این خونش در اول میگفت است که کسی مرا حقارت کنه خودش فلان و بیسمدان، کسی مادر ما حقارت کرد مادر خودش فلان و بیسمدان. خوب در خونش میگفت است. بعد اگر کسی قطعی گپش بلند میشید است و جرأت نه که گپ زنه مرد برین شد رو همون گفتگیم همون گپ من در خونه گفته بودم همون واقعا عادت شو همی است و بسیار نامردی میکردن. مسلمانایی را که حقیقتا با اینا از در مصالحت و مسالمت وارد شده بودن، مسلمانایی که یهود از مشرکا از عربهای مشرک خودشو بالا میموندن زیرا این مردم اهل کتاب هستند، مسلمانایی که نکاح زن یهودی را با مسلمان روا میدانستند در صورتی که با عرب مشرک درست نبود نکاح، با همونایی نمیخیل حیله و نیرنگ میکردن. یا نزد حضرت صلی الله علیه و سلم می اومدن میگفتند السلام علیک یا محمد صلی الله علیه و سلم. سلام نه سام. بار حضرت صلی الله علیه و سلم گفت شما میدونید چی میگویند همین مردم؟ گفتن نه یا رسول الله خدا و پیغمبرش داناتر است. گفت اینا میگن السلام علیک، سام مرگ است، یعنی مرگ بر تو. گفتن یا رسول الله اجازه هست که ما قصاص بگیریم؟ گفت نه، بگذارید شیطان ها را، مکار شیطان در اما حیلگر در حیله خدا گرفتار می شود، در غضب خدا گرفتار می شود. اما وقتی یک نفر شما را سلام دادن شما نگین و علیک السلام، بگین و علیک بر تو هم. همون سام که گفت سامش در خودش میره روش در قلب. خدای تعالی در قرآن پیغمبرش تحذیر داد و اذا جاءوک حیوک بما لم یحییک الله. وقتی نزد تو میآیند به تو سلام میتن که خدا به تو خیلی سلام نداده است، یعنی حیله و نیرنگ میکنن. در حدیث اومده است حضرت صلی الله علیه و سلم میفرماید لکل داء دوا الا صام، یعنی الموت. هر درد به خودش یک شفا و یک دوای دارد مگر صام، یعنی مگر مرگ که همه اجل شفا ندارد. ببینید رفتار و کردارشو چی نوع چی طریق بود. بسیار دل سیاه داشتن. حتی کار به حدی بود که بعضا بی‌ادبی های از خود اظهار میکردن که همون عربی مشرک به خود همون بی‌ادبی را روانه میدید. اهل کتاب باید یک ادب یک اخلاق حسنه داشته باشند، اما نداشتن متاسفانه. همون قبیله بنی قینقاع من برای شما گفتم که یک بازاری داشتن، زرگرای معروف و مشهور از همین قبیله بنی قینقاع بودن. در بازار بنی قینقاع تیلواری سودا میشد و بار یک زن عرب به خاطر خریدن تیلواری، این زنها در همون قدیم هم عاشق تیلا بودن، حالی هم عاشق تیلا هستند، با بازار آمد. زرگر از زن خواهش کرد گفت که رو تنشان بده. دید دستاش بسیار زیبا، در روش نقاب کشیده شده بود. گفت یک رو تنشان تکو ببینم دستات قدر زیبا هستن، این چهره چقدر زیبا باشه. اما این زن گفت بدبخت تو چی میگوی؟ من زنی شوهردار هستم. و وقتی که زن نشسته بود و همون تیلاها را میسنجید و میدید، یک بدگهر یهودی همون زرگر رومالش گرفت نوکشه در زمین یک جا محکم کرد، گره کرد. وقتی بیچاره زن میخواست از جاش قایم شود، از بس که گره کرده بشده بود نوکش روش برهنه شد، گردنش برهنه شد. و همه یهودی هایی که جمع آمده بودن برای تماشای این زیبا صنم همه قهقه در آمدن، همه خندیدن، گردناش دیدن. زنم دیگه از قهر غضب صداش بلند کرد، داد وای برداشت. یک مسلمانی بناموس همونجا از در همون بازار بود است. وقتی واقعه را دید خنجر را کشید آمد او بدبخت زرگر یهودی را قتل کرد.
و این بدبخت یهودی های دیگر مسلمان قتل کردند. سبب رانده شدن بنی قینقاع، سبب خوار و ذلیل گشتن بنی قینقاع انمی بی‌ادبی احمقا بود که نسبت عار و ناموس مسلمان ها، نسبت زنهای مسلمان ها حتی کار به درجه اومد بی‌ادبی کردند. البته خدای تعالی به جزا نمیمونه این طایفه را. سبحان الله. وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم به مدینه آمد، بار قریشی ها آمدن نزد یهودی ها، جمعشون کردند، گفتند ای معشر یهود، شما اهل کتاب هستید، شما خدا پرست هستید، شما بین ما و بین محمد صلی الله علیه و سلم قضاوت کنید. ما بر حقیم یا محمد صلی الله علیه و سلم؟ کی به حق است؟ یهودی هایی که میدونستند که عرب مشرکند، قریش مشرکند، میدونستند که محمد صلی الله علیه و سلم مسلمان است، مسلمانایی که تمام پیغمبرای بنی اسرائیل پیغمبر خدا میدونند، حتی یک نفر اگر یک پیغمبری بنی اسرائیل انکار کرد او را کافر حکم میکنند. این نزد بنی اسرائیل آشکار بود و این پدر سوخته ها محمد صلی الله علیه و سلم از فرزندای خودشو بهتر شناخته بودند که این پیغمبر است. این چیزا میدونستند. با وجود این همه قدر تعصب داشتند، همه قدر جاهل خر احمق بودند که گفتن ای معشر قریش، قسم به خدا دین شما از دین اونا راستر و بهتر است. نعوذ بالله. یکی از علمای یهودی اسرائیل ولفانسون گفتنی شخص یک کتاب دارد، عرب یهود در نیم جزیره عرب، یهود در نیم جزیره عرب. در همونجا قید میکند که واقعا خطای از همه بزرگترین یهود همین بود که این بدبختو حق نداشتن، هر چند دشمن بدن، هر چند تعصب داشتن، هر چند حسادت داشتن، اما اونا حقوق معنوی نداشتن که مشرک بر شخص موحد ترجیح بدن. اینا گفت به غضب خدا گرفتار شدگیان، خداوند اینا را تار و مار کرده، پراکنده عالم کرد که مدت‌های مدید دیگه سری قدرت دا اومدن. خداوند متعال در قرآن عظیم شان در سوره نساء همین را بیان کرد. خدای بزرگ بیانش میکنه: الم تروا الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت ویقولون للذین کفروا هؤلاء اهدی من الذین آمنوا سبیلا. این طایفه که اهل کتاب هستند اینا خیانتی به خدا کردند. خدای بزرگ میگه و اینا ایمان به طاغوت و ایمان به بت آوردیان، اینا بت پرست از خدا پرست بالا گذاشتن و نسبت شخصایی که کافر هستند میگویند که شما هدایت یافته تر از مسلمان ها هستی، از اهل ایمان هستی. خدا به غضبش گرفتار تو کند. و اسرائیل ولفانسون بعد اوجا شرح توضیح داده است که چی نوع شد که یهودی ها با مسلمان ها همدست نشدن، یکجا نشدن. سببش چی است؟ چرا مسلمان هایی که تمامی پیغمبرای بنی اسرائیل پیغمبر خدا میدونن، اینقدر بزرگ میدونن، چرا مسلمان هایی که در قرآن خداوند متعال براشان گفت ای بنی اسرائیل اینی فضلتکم علی العالمین، من شما را بر عالمیان تفضیل دادم که اکثر پیغمبرای من از میان شما هستند، چرا با اونها اینقدر کینه و عداوت پیشه کردن؟ با مشرکا زبان یک کرده و بر ضد مسلمان ها خواستند. میگوید این کار دو سبب دارد. سبب اول انمو تعصب یهود، حسادت یهود، به درجه حسود هستند، به درجه این بدبختان متعصب هستند که از غیر بنی اسرائیل کسی را قبول ندارند. هر کسی یهودی است آدم خودشون است، اما کسی اگر یهودی نباشد اینا اصلا قبولش ندارند به هیچ وجه، به هیچ صورت. و چون محمد صلی الله علیه و سلم از بنی اسرائیل نبود،
و به فرمان اینا عمل نکرد و اینها را به سوی دین خدا خواند و کمبودی و نقصانهایی که در کتاب خدا وارد کرده بودند آشکار ساخت. اینا به شر شور بر ضد مسلمانان قد علم کردند. سبب دوم، همو بدگوهری که در طینت بنی اسرائیل است. بنی اسرائیل در تاریخ پیغمبر کش معروفند. ولی ما یک اصطلاح داریم پیرکش. انمی بنی اسرائیل در تاریخ پیغمبر کشند. ده ها پیغمبرای بزرگ خدا را قتل کرده، یعنی بدبختا. از این خاطر است که خداوند اینا را مغضوب علیه گفت، به غضب خدا گرفتار شدگان. انا همو پیغمبر کشی و پیرکشی شد سرایت کرده بود در وجود شد. نه فقط به محمد صلی الله علیه و سلم، این قوم و تمامی پیغمبرای خدا قریب خیانت کردند. حضرت عیسی علیه السلام تا به هنوز نعوذ بالله حرامزاده میگن. یحیی علیه السلام سرش مثل سر گوسفند بریدند. زکریا علیه السلام در میان درخت رشک کردند. ده ها و صدها پیغمبرها از دست جور اینا گریزه شده بودند. موسی علیه السلام گفتیم که نجات شد تا به هنوز در شریعت موسی هستند، اما ما و شما از تاریخ میدونیم که چه خیانت‌های به حضرت موسی کردند. در وقت زنده بودن موسی علیه السلام گوساله پرست شدند. این قوم اینمی قوم است، خیانتکار، پیغمبر کش، و این داغ تا ابدالآباد در بالای نامش باقی خواهد بود. حضرت مولوی قصه موسی علیه السلام میکنند. گفت موسی با یک مردی خیال که بدندش از شقاوت و زلال، صد گماند بود در پیغمبریم، با چنین انصاف و این خلقی کریم. یک روز میگه حضرت موسی به غضب آمد، یک بدبخت یکی از همین سرورای بنی اسرائیل گیر کرد. حضرت موسی بسیار غضبناک بود، یدم مشتی آبدارش زد. بعد گفت که آخه ای پدرسگ، در من این قدر تو بدگمان هستی، این قدر معجزه های من را به چشم دیدی، با وجود این قدر تو نسبت من بدگمان هستی؟ 100,000 معجزه دیدی زی من، صدگمانت میفیزود و شک زن. بجای آنکه معجزه های من باور یقینی تر زیاد کنن، برعکس شک شبهه در دلت زیاد نشد. ملعون. گرد از دریا برآوردم عیان، تا رهیدت از شر فرعونیان. برای آنکه از چنگال فرعون نجات بیابد، من گرد چنگ بحر بالا کردگیم. اول یک سوال است که آیا از زیر بحرم چنگ میبروید؟ جوابش همی است بله. در بحر احمر چنگ بالا شد وقتی که بنی اسرائیل از بحر گذشتن. بحر وقتی که در طرف تقسیم شده بود، ز آسمان 40 ساله کاسه و خوان رسید، از دعایم جوی از سنگ جهید. آخه خانه تان بسوزه. گفت که 40 سال به دعای من خدای تعالی طعام شما را مهیا کرده است در بیابان. با یک دعا و با یک ضرب عصای من از یک سنگ خوره آب پرید. آب خورده 12 جبار تقسیم شد، 12 سبت شما از همون آب میخورد. بانگ زد گوساله از جادویی، سجده کرده که خدای من تویی. اب پدرسک همین یک گوساله یک بربع گفت تو در رفتی در پیش سجده کردی؟ چه نبودی بدگمان در حقی او؟ چه نبودی شک چنین ای زیشت خو؟ آخه چرا در حق گوساله بدگمان نشدی؟ در حق موسی علیه السلام بدگمان بدی، در حق هارون علیه السلام بدگمان بدی، او چرا در حق یک گوساله بدگمان نشدی؟ سامری خطی باشد ای سگان، که خدای برتراشد در جهان. پیش گاو سجده کردی از خری، پیش گاو سجده کردی از خری. گشت عقلت صید سحری سامری. بعد حضرت مولوی شرحش میده که سببش چی بود. حضرت میگه چون که هر جنسی را باید جنسی خود، گاو سوی شیری نر کی رو نهد.
هر کس به همون جنسی خودش عمل میکنه. اون موسی علیه السلام، عیسی علیه السلام، یحیی علیه السلام، زکریا علیه السلام و پیغمبرای اهل ایمان هستند. اونا پیغمبرای مسلمان ها هستند که مسلمان ها به قدرشون میرسند. شیخ احمد دیداد با یک نفر نصرانی بحث میکرد. در ضمن بحثش گفت در میان اپیسکوپای انگلیا، بریتانیای کبیر، یک تست گذروندن پنهانی با حامله شدن مریم بتول به شوهر. 67% اپیسکوپا میگه به همین شک داشتیم، باور نداشتیم. سبحان الله. اپیسکوپا ملای کلان نصرانی 67%ش شک داشتیم که عیسی علیه السلام به پدر تولد شده است. احمد دیداد خدا رحمتش کنه به یک افتخار گفت برای ما مسلمانان فقط آیه قرآن کفایه است که اون روح خداست و کلمه است که خدای تعالی در بطن مریم عذرا انداخته استش. ما به همون ایمان داریم، یگان شک نداریم. چون که هر جنس رباید جنس خود، گاوی شیر اینر کیرونی هد. آی بنی اسرائیل صدقه موسی علیه السلام کنه. آن ابو بکر از محمد برد بو گفت هذا لیس وجه کاذب. حضرت ابو بکر که به قدر محمد صلی الله علیه و سلم می رسید، چهره شدید گفت این چهره شخصی نیست که دروغ گوید. گفتن یا ابو بکر این دعوا میکند که من عثمان برآمدم عرش رفتم. گفت این چهره مردی نیست که دروغ گوید، راست گفته است. صدق رسول الله صلی الله علیه و سلم. چه نبود بوجهل از اصحاب درد دید 100 شقی قمر باور نکرد. اما ابوجهل که از اصحاب درد نیست، از جنس محمد ها نیست، از جنس مسلمان و اهل ایمان نیست، 100 شقی قمر را به چشم دید اما باور نکرد، قبول نکرد. آینه دل صاف باید تا در او واشناسی گوهری زیشت از نکو. متاسفانه وقت مونم تمام شده. همینجا انشالله سخنمون قطع میکنیم به وعده اون که اگر انشالله تا هفته آینده اگر سالم باشیم، پابرجا باشیم، صحبت از همین موضعی که قطع کرده ایم با ادامه خواهیم داد. ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین برحمتك یا ارحم الراحمین. عطا کنه جمیع بلا و آفات از سرش و دور نگه بدارد. در حق برادر ما حاجی ولی جان و محمدی برادر خداوند جمیع امراد و مقصوداشون حاصل گرداند و میل محبتشون به اسلام، به قرآن، به محمد در حق یا دو درچه داریم عبدالرحیم جان هم نام خدمه. خداوند صاحب زنی صالحه و فرزندای صالحش بگردانه. در حق ابراهیم برادر که برای مسجد صدقه جاریه کرد. چجای ابراهیم که ابراهیم جوان مرد است، ابراهیم تاجر است. مادرش کمپیر مادرش وقتی درک یافت که در مسجد ساختمان می رود انشالله نقشه داره مالیم چیزاشو که بکشن سمیتش خلاص کنن، $50 برآورد زنی صالحه را ببینید. سبحان الله. همه شیر مردا ای شیر زنا می شوند، یک بار نمی افتند. حتی این زن صالحه شوهرش ترغیب به تشویق کرده است. ایام روسیه $50 روی کرده است که برای مسجد صدقه جاریه شود. خداوند از جمیع بلا و آفات این عائله را نگهبان باشد. پروردگار تقوا و محبتشون بازم بیشتر زایی‌تر بگردونه. در حق برادرم مراد علی، یک برادری مراد علی داریم استای. همه هفته گذشته چند بار جستجو کرده است نیافته استم. یک روز خانه آمد سحر گفت در حق دعا که اکمو بای نیستیم قدر امکان خودمون، مبلغ هم اندک نبود، همی هم معاش پرایک شروع بود، اگر بای میشدیم زیادتر میدادیم. گفتم آقای خدای تعالی ترا قلبی وسیع داده است، خدای تعالی ترا انمو غیرت داده است، سخاوت داده است. چی بسا بایایی هستند که یا تینشو ببروید جانشو میبروید. هم بابای مولانای کلابی ما بعضا در حق هم بعضی ثروتمندای مرده بخیل زمزمه میکنه.
دولتش را فیل بردارد میانش بشکند. همین پولش بسیاری است که تیله‌اش در فیل بر کنه، میگه میان فیل میشکنه. دولتش را فیل بردارد میانش بشکند، همتش را پشه بردارد به هندوستان برد. نه که هم به همتی هست که یا پشه همتش به هندوستان میبرد. خدا برکتت بده که جوان مرد بدن در کارید، مال ثروت هم او نقش بازی نمیکنه. در حق شیخ حکمت الله و شاگرد من محمد که در روسیه هستند دعا میکنیم که خداوند از جمیع بلاها نگهبانشو باشد. این شاگرد ما محمد جان بود بیمار شده است، همین بیماری زرپروین، خداوند برای شفای کامل عاجل عطا کند که زودتر با بنظم و برگردد. در حق فرهاد جان که امروز عزم سفر روسیه دارد، دعا میکنیم که خداوند سفرش به خطر بگرداند، سالم غانم با بازگشتن به نزد فرزنداش، به نزد پدر و مادر براش نصیب و روزی گرداند. یک اعلان است برادران برای مردم محله قزاقان، یک دو برای دیگرانی، برای محله پگه حشر بده است. ساعت 8 در پیش مکتب 88 جمع بشین، انشالله کاری خیره. هم محله خطونه تازه و آزاده میکنه، جبرای خطونه تازه و آزاده میکنه. من گفتم که همه حشر از اسلام است، اصلش از اسلام است، باید همیشه تازه و آزاده باشیم. خوب، یک برادر نوشته است که من پسرچدار شدم، نامش رو حضرت بلال ماندم، در خوابم حضرت بلال ماندم و او رو نام ماندیم بلال الدین. دعای دست جمع میکنه تا که پسرم خدمت شایسته و مثل بلال حبشی در اسلام عزیز کنده خدمتگار اسلام باشد. خداوند این بلال ترا و تمام بلال های اسلامی را، تمام محمد ها، تمام عبدالکریم و عبدالله و عبدالرحمن ها، تمام فرزندای اسلامی را خادم شریعت غرای محمدی به کمال برساند. آمین. خب یک برادر اسلامی یک تبلای وقتهای نماز خیر کرده است، در حقش دعا میکنیم که خداوند این صدقه جاریه‌اش قبول کنه. برادرها واقعا خیر میکنن، بعضیش گفته نمیتونیم اما دلخوره نشوه، ان شاء الله او صدقه جاریه‌ای که با اعلان نمیشه و اجر ثوابش از این اعلان میشدگی یا زیادتر و بالاتر است. خب یک برادر در ژاپن تحصیل علم داشته است، طلب دعا داشته است، فیضلی، دعا میکنیم در حق ای و در حق تمام طالب علمای ما، خواه طلب علمی دنیوی داشته باشند خواه دینی، که خداوند سالم با عقیده صحت سالم با علم دانش بازگشتن براش نصیب روزی گرداند. ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین برحمتک یا ارحم الراحمین. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على
الله